سلام مریم، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره بریم این موتور برقی رو تستش بکنیم، سرعت، شتاب، امکانات، همه چیزش. این روزا که آلودگی خیلی زیاد شده، چه بهتر که ما از موتورهای برقی استفاده کنیم. و این موتور نزدیک 50 کیلومتر سرعت میره که امروز قراره بریم برقی شتابش رو بگیریم. دونه دونه بهتون توضیح بدم چه اجزایی داره و همه چیز این موتور. بزنید بریم. دوستان اگه که این سالهای اخیر رو در نظر بگیریم متوجه میشیم خیلی از وسیله‌های نقلیه به سمتی داره میره که برقی باشن. این موتوری که ما اینجا داریم یه موتور برقی 500 وات 48 ولت گیربکس داره. وقتی میگیم 500 وات یعنی که این موتور میتونه مسیرهای نسبتاً هموار و نسبتاً سربالایی برای شما به راحتی بره. در حالی که باتری این موتور فول شارژ باشه سرعتی میتونین برین معادل 50 کیلومتر بر ساعت و مسافت معادل 25 الی 30 کیلومتر. ولی متاسفانه من یادم رفته بود موقع تست باتری این موتور بزنمش به شارژ و به خاطر همین این موتور سرعتی معادل 30 کیلومتر تونست رکورد بزنه که شتاب اولیه خیلی بالایی داره. چرا؟ چون که گیربکس دار هستش موتورش. باتری که روی این موتور ما نصب کردیم باتری لیتیومی هستش که نسبت به نوع‌های باتری دیگه خیلی خیلی بهتره. این باتری بین 4 الی 6 ساعت میتونه فول شارژ بشه و میتونید استفاده بکنید. حالا شما رفتین بیرون از این موتور داشتین استفاده میکنین یا میبینین آقا یادتون رفته باتری بزنین به شارژ. این موتور سیستم رکاب داره که میتونین از اون استفاده کنین و خودتون رو به یه جایی برسونین. متاسفانه با شارژرهایی که اخیراً داخل در سطح شهر نصب کردن نمیتونید این موتور رو شارژ بکنید. با اینکه ما خودمون این موتور رو درست کردیم ولی من سعی میکنم به چش یه مصرف کننده نگاه کنم، خوبی بدیاشو برای شما بگم. مثلا یکی از خوبی هایی که داره اینه که باتریش لیتیومه. یکی دیگه از خوبی هایی که داره همین سیستم رکابه. یکی دیگه از خوبی هایی که داره ارزون قیمته و همه میتونن سوارش بشن. و یکی بدی هایی که داره اینه که آقا این موتور اگه شما رفتین بیرون داشتین از سیستم رکاب استفاده میکنین موقع دور زدن ممکنه سیستم رکاب به زمین گیر بکنه. و یکی دیگه از بدیهاش اینه که این موتور کمک فنر نداره، ممکنه که یکم اذیتتون بکنه. میرسیم به ترمزهای این موتور. ترمزهای این موتور ترمزهای دیسکیه که خیلی خیلی قویه و لوازم هایی که روی این موتور ما نصب کردیم همشون لوازم های دوچرخه هستن که فراوانی دارن. شما حالا اگه لوازم تموم شد یا اگه به مشکلی برخوردش میتونید بعداً برین لوازم های دوچرخه رو تهیه کنید و روی این موتور نصب بکنید. و اینکه دوستان این موتور از امنیت خیلی بالایی برخورداره. دوستان من از چه لحاظ میگم این موتور امنیت داره یعنی که هر کسی میتونه سوارش بشه؟ اینه که نگاه کنید شما الان این البته این هنوز روشن، من یکم خمش میکنم به سمت اون ور. خب اگر بشه اگه من که گاز میدم من همینجا گاز میدم میشه میکنم به حرکت. خب ولی اگه من همزمان خب دست ترمز رو یکم بگیرم اینو بچرخونم نکنه من میچرخونم و حرکت نمیکنه، اینم دست گاز رو من گرفتم. خب ولی به محض اینکه رو بلش میکنم نکنه اصلا داشت میکن یه چرخش رو زمین بود داشت میکن. یعنی چی؟ یعنی که شما اینجا نگاه کنید اگه دقت کنید یه سیم اومده داخل این یه کلیده. اگه شما این دست گاز رو بگیرید و همزمان گاز رو نگاه کنید من حتی الان رو زمینه دارم این کارو انجام میدم ولی خیالم راحته. خب چه این ور اینو داره چه این ور هیچ فرقی نداره. خب اینا توی دو مدل عرضه میشه دست گازشون. یکی که این شکلی کلیدیه که اینو میچرخونی سکن اینو میگم نره اینو میچرخونی این تیکه دومش نمیچرخه. یه مدل دیگه هم داره که بهتون نشون میدم. ولی دوستان این موتور یکی از خوبی هایی که داره اینه که باتریش لیتیومه. خب بذارین درش رو براتون نکنین. یک کلید البته من این دوتا رو یکی کردم. این دوتا کلید مال باکس اینجاست، این دوتا هم مال همینه. خب این کلید رو شما باید بیاین این پایین نگاه یه جای کلید داره خودم ببینم. خب میذارین اینجا وقتی بچرخونید میتونید از اینجا اینو بلندش کنید. اینجا ما یه دونه باتری لیتیوم داریم که نمیدونم این 36 ولته یا 48 ولته. خب و اینکه اینجا ما کنترلر این موتور داریم که در حقیقت مغز این موتوره که مشخصاتش هم همشو
اینجا نوشته که این یه ذره 48 ولتشه، یعنی این باتری 48 که سرعت این موتور یکم زیادتر از بقیه موتوراست. بذاریم اینو نمیتونم دو دستی ببندم، الان میبندمش. بستم، کلیدش هم برداشتم. خب شما یعنی میتونید یه نفر بشینه پاشو بذاره روی همون رکاب، خب یه نفرم جلوش وایسه. اینجا رو ما این طرح براش پیدا کردیم که هم یه نفر بتونه بشینه، یه نفرم بتونه وایسه. سبدی که برای این موتور ما درست کردیم سبدش جوریه که شما راحت یک کیسه میوه یا 2 کیسه میوه رو میتونی بزنی روش، طاقتش هم داره. نبینید انقدر نازکی قشنگ سفته. توی تمام این موتور جوش CO2 کار شده. اونایی که میدونن جوش CO2 خیلی جوش محکمیه، بخاطر همین خیالتون از محکم بودنش راحت بشه. تنها بدی که میتونم بگم ازش یک همون سیستم رکابشه، یکم اینه که این مدل کمک نداره. یعنی شما اگه از روی دست انداز بخواین رد بشین باید خیلی آروم رد بشین، یا اگه پرسرعت رد بشین خودتون دردتون میگیره. خب این مدل اولیه است که اومده توی بازار، حدود 50 تا از تولید خودمون توی بازار به همین شکل. البته این رنگ قرمز سفیدشه که رنگ‌های قهوه‌ای، سیاه، متالیک، همه اینا داخل بازار هستش. این گلگیرا همشون فایبر گلاس، یعنی نرم که از سبکی نها کنیم، راحت با دست میشه تکونش داد. برای عقبش یه دونه چراغ دوچرخه‌ای ما تعبیه کردیم که با 2 تا فکر کنم باتری نیم قلمی کار میکنه که شما میتونید عوضش بکنید. اما دوستان خب دوستان این مسیری که ما الان داریم میریم، اینم سوار شدن، من سواری شدم، گوشیمو میذارمش اونجا توی سبد و از صفحش برای شما رکورد میگیرم. این مسیریه که ما میخوایم با این موتور بریم ببینیم چقدر میره.